من یادآوری کردم مثلا وقت متأکدم نمیدونم کاروچ 500 سکنن اینجا ماشینای تنش و از روزگاری که مثلا من ماشینا چندی میخرم در اینجا و چندی میخرم میارم تو همینجا آوردنش موضوع کاروچی دو کلین گفتگیم باید همون ما زبچسب بزنم به اون کنم تاجیکستان ما بدونم 500 سکن همه نشد ماشینا میفهمن چند سمی میخرم تو همینجا تو چندی را میارم یا معلومات میشه برای هر یک تشماره که برای که در تای کامنتاریا بسیار می نویسن که مثلا ماشین در تاجیکستان قیمت یا می نویسن که زبچسب ماشین در تاجیکستان قیمت نمیدونه از همین سبب ویدیو را لایک مونین همه وقت قدیمو باشین باز من در باره این ماشینه که من چند سال خریداریشم از شد این ماشین را بزنم ماشین اوپل استراگیای سالش 2001 من همین ماشین 150 یورو خریدم شد و آوردنش 70 یورو آوردنش 70 یورو شد تو همینجا را این ماشینه که یک پرابلم داره ماشین هم وقت اینجا یک پرابلم داره که ریمنتش کندگیه این اکتیک موتور اگر ریمنتش پر کنه بامپری پیشه از سببی که بالون دم نداشت هم خیلی بالای آبشله بروردن هم خیلی سپرینتری که در بالوش ماشین میارن از موتورش نشان تو میتین کارچه ریمنتش کندگی بود خیلی اکتک اگر ریمنتش کنه موتور میزنه دیگه از تالنی زبچستاش هم میتونی استفاده بری خیلی ماشینا رید که میشوند